اگه به من بگن به عنوان یه دختر تو این 22 سالی که زندگی کردی بگو دختر بودن چه شکلیه، میگم تا حالا بین غذا خوردن گریت گرفته؟ تا حالا شده موقع راه رفتن بترسی، بخوای وانمود کنی چیزی نیست و خون سردی؟ تا حالا شده از لکه خونه رو لباست خجالت بکشی؟ تا حالا شده یکی از پشت موهاتو بکشه بگه یا بکن زیر مقنعت یا کوتاهشون کن؟ تا حالا شده به موتور سواری پسرها با حسرت نگاه کنی؟ تا حالا شده حسرت پوشیدن یه لباس تو دلت بمونه؟ تا حالا شده اندازه یه پسر تلاش کنی ولی بهت بگن بالاخره میخوای به کجا برسی؟ تشبه شوهر کنی و بچه بزرگ کنی؟ تا حالا شده دورت پر پول، موقعیت، آدمای مختلف باشه ولی با بیپولی و نداری یه پسر بسازی تهشم دلتو بشکونه بگی خب که چی میخواستی نمونی؟ با یه سری دخترها از دختر بودن حرف نزنید، اینا انقدر پای زندگی مردونگی کردن دختر بودن یادشون رفته. دیگه دم اون دختری هم که بیپولی رو تجربه کرد ولی نذاش هیچ پولداری تجربهش کنه. دم اون دختری هم که با یک روز ناز و عشوه میتونست به اندازه حقوق یه ماه تو کار کنه ولی یه ماه وایساد تا اون یه روزو کنار تو.